ولی از سرور عزیزم، نور چشمم، استاد اعظمم، جناب سرور خیلی خیلی ممنونم که چنین مجلسی با شکوهی، چنین مردان بزرگی رو دقیقا من هیچ جای کشور، من بسیاری از کشورهای دنیا رفتم، اسپانیا رفتم، هندوستان رفتم، لبنان رفتم، مکه رفتم، کربلا رفتم، همه کشورهای دنیا رو، بیشتر کشورهای علمی دنیا رو دیدم، آلمان، چین، کره شمالی، کشورهای موقعی که معاون میرسن همچین شخصیتی ندیده بودم. بفهم زنده باشین. ندیده بودم. سلامت. من این شعر فردوسی هم براتون بخونم. زنیکی سزد دو کس را حساب، یکی حق شناس و یکی حق شناس. من شاگرد ایشون هستم، حق شناسم که چنین انسان والایی که انسانها رو از مرگ نجات میده و همیشه بتواند خدمت کنه به جامعه، واقعا من دستش رو بشم. آقای استاد شریعت زاده از اساتید برجسته، من توضیح دادم خدمتتون. حالا ایشون آخرین سمتشون هم معاون وزیر گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور بودن و از بابت نویسنده بودنشون با ما همراه هستند. حالا نه بابت چی، ولی از نظر اینکه شخصیت علمی هستند و تألیفات زیادی دارن و انتشاراتیشون هم در 5000 ناشر تهران کار نادری رو در بحث باستانشناسی ایران قدیم که مربوط میشه به ایران فرهنگی که تاجیکستان و ایران و همه جزءش هستن. و از این که من به اصطلاح با این همه دوستان در این سفر آشنا شدیم، خیلی خوشحالیم و استفاده کردیم. سلامت باشید. متشکرم ما با اشتراک شما، حضور شمایان، دوستی شمایان، حسن شمایان، مهنت شمایان، علم شمایان. ما متشکر هستیم. امیدواریم که این دوستی ما باز هم مستحکم میشد، روابط ما بهتر میشود و من بعد انکشاف مییابد. بخش خوجندی اساسیت طبیبان خلقی کتاب انتشار نمود. این کتاب رستنی های شفایی و غذایی ولایت سوخت، یکی از ناحیه‌ها. همراه من مؤلف سالیف، بعد در زیر تحریر پروفسور دکتر لازوری طاهری و قابلوف نرزالله، ما همین تقدیم میکنیم به شما. نداره؟ با دوستی عزیزمان علی عبدالفتی نادر برای همکاری و دوستی از نام دکتر ملازور طاهری، پروفسور قابلوف، سالیف حسین بای تقدیم کرده می شود. دست شما درد نکنه. ممنون. دست شما درد نکنه. سلامت باشید. بله استاد خودتان هم معرفی می‌کردید که من خدمتتون. بله نرزالله قابلوف پروفسور بله که استاد شیمی دانشگاه خوجند هستند. بله دست شما درد. ما این کتاب رو ترجمه می‌کنیم و یکی از نویسنده‌هاش آقای حسین بای هستن. ما این کتاب رو به زبان فارسی خط نیاکان و سرلیک ترجمه میکنیم، انشالله براتون چاپ میکنیم. سلامت باشید. بله ببخشید ما وقتم دست شما درد. Теперь нам тоже расскажите в двух словах.